اما چیزی که میخوایم بیشتر وقتی خطبه رو رویش بانم بازم این حملات است و ای که چطور از هر کدامش میتونیم در امان باشیم. اگه شکرگزار باشم بانن یک قسم دیگه بگویم. شیطان به الله گفتم من از 4 جهت به اونا حمله میکنم و ثابت میکنم که شکرگزار نیستن. یعنی اگه اونا شکرگزار باشن این حملات کاری نمیتونه. اگه شکرگزار باشن حملات شکست میخوره. اگه شکرگزار باشن ما موفق نمیشیم. با اینکه من توضیحات زیادی از هر 4 جهت براتون دادم، بازم خلاصه هر کدامشان رو براتون توضیح میتم و با کلمات ساده براتون شرح میتم. چطوری که یادمون باشه شکرگزار باشیم کمک میکنه از وسوسه های شیطان دور بمونیم. وقتی که از روبرو میایه، وقتی از روبرو حمله میکنه، با چیزی که میتونیم داشته باشیم ما رو وسوسه میکنه. یک چیزی روبرویتان میبینین، با امو وسوسه میشن، هرس. و چیزی که از روبرو میایه آینده است. به آینده تون فکر میکنن، دربارش با تشویش میشن. این اتفاق میفته، او اتفاق میفته و بعضی اوقات تصمیمای بدی میگیرن. تصمیمی که الله ازش راضی نیست، چون تشویش آینده خود دارن. اگه ما در خود شکر داشته باشیم، در عمق وجود خود قدردان الله باشیم، باز ما میفهمیم. اگه به گذشته خود ببینین، چقدر الله برای تو روزی داده؟ چقدر شده که ما یک مشکل داشتیم و الله در تمام وقت متوجه ما بوده؟ چرا فکر میکنن که یک دفعی الله دیگه از شما محافظت نمیکنه؟ هر وسوسه‌ای که از روبرو میایه، اگه یاد بگیریم به خاطر چیزایی که داشتیم شکر کنیم و به سمت چیز بیشتر از نیازمون نریم، اجازه نتیم حریص شویم، اجازه نتیم تکیه به الله از بین بره، شکر کنیم. اینقدر وقت متوجه ما بوده، چرا حال باید رهای ما کنه؟ این مشابه چیزی است که الله به پیامبر خود صلی الله علیه و سلم گفته: ما ودعک ربک و ما قلا. الله تو را رها نکرده. فقط به خاطری که دوران مشکلی داری و یک چیز روبرویت میبینی و او را محکم میگیری، به خاطری که ناچار هستی؟ نه. ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فاغنى. نیاز شدیدی داشتی و قبلا برات روزی داده، به یادش میاره. گذشته باید یادتان بیاره که چقدر شکرگزار باشین، حتی در حالت بحران. به می خاطر این یک نکته کلیدی است. اگه با چیزی که از روبرو میایه وسوسه شدین، اما بنعمت ربک فحدث. پس شما باید با صحبت در موردی که الله چی لطفایی به شما کرده شکرگزار باشین. این کاری بود که یوسف علیه السلام کرد. یوسف علیه السلام با خانم وزیر وسوسه شد. او کوشش کرد فریبش بده. جواب فوری او چی بود؟ معاذ الله انه ربی احسن مثوایا. ربم با ما بسیار خوب بوده. اول او حفاظت الله را خواست و بعد فوراً گفت الله با ما خوب بوده. یعنی ای که او شاکر بود و فوراً شکر الله را میکرد و ای ازش حفاظت کرد. اگه شما به لطف الله متعال به خودتون اعتراف کنین، باز میتونین از حملاتی که از روبرو میایه خود حفظ کنین. حملات از پشت ترسناکتر هستن. حملات از پشت سر، قسمی که قبلا براتون توضیح دادم، بعضی اوقات بعضی اشخاص زندگی پر از گناهی دارن، کارایی را میکنن که نباید انجام بدن و الله اونا را بیرون میکشونه. شاید رمضان قبلی یه اتفاق افتاده، شاید جمعه قبلی، شاید 2 ساعت قبل، من نمیفهمم. اما الله شما را از گناه بیرون کشیده و شما ای را حس میکنین که باری از دوشتان برداشته شده. این احساسی است که شما میفهمین و حتی نمیتونین برای کسی توضیح بدین. اشک از چشمایتان پایین میآید چون الله دوباره شما را به سمت نور آورده و تاریکی را از شما دور ساخته و گناهی که حس میکنین سنگینی میکنه از شما گرفته شده. حالا شما احساس راحتی میکنن که الله این تحفه را به شما داده، شما را از زندگی شیطانی دور ساخته، از گناه. مدتی میشه یه احساسات دارن. شیطان میایه و میگه میخوای اونجا پس بیایی؟ میخوای پس شما را بکشه و وقتی که نزدیک است شما را بکشه، در اون لحظه ما و شما باید به یاد ما باشه. اما لحظه اگه شکر الله را کنیم که ما را بیرون کشید، ای که وقتی الله ما را بیرون کشید چقدر قدر دانش بودیم. یک شخص باید این را فراموش کنه، باید لحظه توبه را فراموش کنه، باید او احساس نزدیکی به الله را فراموش کنه، یا احساس راحتی که الله به اونا داد، باید تمام اینا را فراموش کنه تا شیطان موفق شوه اونا را دوباره به عقب بکشونه و دوباره وسوسه کنه. اما در اون لحظاتی که شیطان از پشت سر حمله میکنه، ما و شما باید به خود این را یادآوری کنیم که الله چطور به ما تحفه راهنمایی را داده، چطور الله به ما تحفه توبه را داده و به سمت او برگشتیم تا وقتی وسوسه یا حمله مشابه اتفاق بیفته. چون شیطان میدونه بار پیش کار کرد، بازم تلاش میکنم، احتمالاً جواب میده. 10 بار قبل که کار داده، پس بار 11 هم حتما کار میده. اما اگه توبه کرده باشین و شیرینیش چشیده باشین، به خاطر امی باید شکر کنن و امی را باید به خود یادآوری کنن. اگه این کار انجام بدن، او حمله دیگه جواب نمیده و او را به زبان بیارن. اگه به کس دیگه نمیگن، همراه خود گپ بزنن. یا الله تو مرا از او وضعیت کشیدی، دوباره طرفش نمیرم، شکر میکنم که چطور مرا از او وضعیت خراب بیرون کشیدی. ببین که به خاطر اشتباهم چقدر کارهای بد به زندگیم اومده. یا الله من دوباره به او وضعیت نمیرم
وقتی قسم گفتگو را با الله داشته باشین، قسمی که گفتم شکر فقط یک احساس نیست، باید آشکار شود. و اگه این تمرین شما انجام بدین، حتی با گپ زدن با خودتون انجامش بدین، پیش روی دیگران نکنین چون فکر میکنن عجیب هستین. اگه دم تنها بودین، با الله صحبت کنین و با او اعتراف کنین که شما دوباره با صدا زدن شیطان به عقب کشیدن نمیشین. وقتی شیطان از راست حمله میکنه بسیار ترسناک است. وقتی از راست حمله میکنه، از در خودپسندی حمله میکنه. در حمله از راست فکر میکنن از کس دیگه بهتر هستن، یا شما بهتر از دیگرها کارای خوب میکنن یا روی کارای اشتباه دیگرها تمرکز میکنن و در ذهنتون شما به خاطر اصلاح کردن دیگرها هستن. به می خاطر در دنیا هستن، پس تمرکزتون روی خودتون است، همیشه روی دیگرها است. وقتی مردم تو فکر میکنن، در ذهن اونا خودشون صاحب کارهای خوبشان هستن. اگه حج رفتم، یک دستاورد بزرگ است که خودم به دست آوردم. اگه خطبه دادم، یک دستاورد از خودم است. اگه قرآن حفظ کنم، دستاورد خودم است، اتون نیست. هر کار خوبی که ما و شما انجام میدیم تحفه هایی است که الله به ما داده. ما اونا را به دست نآوردیم، یک تحفه بوده که الله به ما داده. راهنمایی چیزی نیست که ما او را به دست آورده باشم، چیزی نیست که صاحبش باشم یا به خاطرش اعتبار بگیرم. ما هیچ وقت صاحب او شدن نمیتونم، بلکه از الله میخوایم برم بته. به می خاطر هر چقدر کارای خوب بیشتر کنیم، بیشتر باید متواضع شویم. الله یک چانس دیگه برای خدمتش داده، یک چانس دیگه برای خدمتش، یک چانس دیگه. کارای خوب ما نباید باعث شوه احساس کنیم انسان‌های بهتر هستیم، بلکه باید ما را در زیر لطف‌های الله دفن کنه. امی بعد از ظهر با شیخ صهیب درباره ای آیات گپ می‌زدم. یک چیز بسیار زیبا گفت، می‌خوایم براتون بگویم، انشالله که خرابش نکنم. او گفت می‌فهمین وقتی کسی اعتراف کنه که الله چقدر به او لطف داشته، باز بیشتر متواضع میشه و این مثل پایین آمدن است. شما در زیر لطف کسی دفن میشن. ما زیر لطفای الله دفن هستیم. فاصله بین ما و ربم به نهایت است. الله فوق‌العاده بالاست و ما فوق‌العاده پایین هستم. و وقتی درک میکنن که چقدر پایین هستن و چقدر در زیر لطفای الله دفن هستن، وزن لطفای الله روی شما بسیار زیاد است. باز وقتی به پهلویتان میبینن، شما هیچ وقت فکر نمیکنن از او چقدر بالاتر هستن، چون فاصله بین شما و او شخص دیگه 1 یا 2 اینچ است و در مقابل فاصله بی‌نهایت بین شما و الله متعال هیچ چیزی نیست. این فاصله بین ما، فاصله خوب و بد دیگه به رب دیده میشه، دیگه به این چیزا فکر نمیکنه، چون بسیار در عمق لطفای غرق کننده الله غرق میشه. این کاری است که سمت راست میکنه. کارای خوبی هم که میکنیم باید ما رو متواضع بسازه. با انجام کار خوب مردم ازتون تعریف میکنن و اونا در ذهنتون داخل میشه. درست میگم، من بسیار خوب هستم، من توفه الله به این جامعه هستم. نه نیستی، تو از بین میری. و دین همه تو ادامه داره، اسلام ادامه داره، قرآن ادامه داره و الله از بنده های بهتر و متواضع تر خود استفاده میکنه. ما برای الله سرمایه نیستیم. ما مفتخر میشیم اگه بتونیم به الله خدمت کنیم و به خاطر خدمت به او بهتر نمیشیم. در حقیقت شما حتی نمیتونن قسم فکر کنن که از اشخاصی که مسلمان نیستن بهتر هستن، که از اونا بهتر هستن. نه، نیستن. اونا هم از نسل آدم علیه السلام هستن. ما اتو نیستن. اخرجت من الناس. ما بهترین نسل از انسان ها نیستیم. نه، الله گفته بهترین نسل برای مردم، نه بین مردم. ما از دیگرها بهتر نیستیم، ما برای دیگرها بهتر هستیم. این کاملا فرق داره. فهمیدن؟ وقتی شما در زندگیتون در یک کار خوب و نیک شریک میشن، باز شیطان از یک راه مخفی میآید، برای شما یک احساس بلند بودن و مهم بودن میته. شکرگزاری ای از هر باری که چانس انجام یک کار خوب داشتین، شکر الله را کنن. هر بار شکرگزاری. شخصا این یک تست برای خود ما بود که به شما هم پیشنهاد میکنم. وقتی یک کار برای کسی میکنن، وقتی به کسی چیزی یاد میتین، وقتی به کسی صدقه میتین، وقتی به کسی کمک میکنن، کسی از خانه خود کوچ میکنه شما کمکشون میکنن، کسی میخواد قرآن یاد بگیره شما یادش میتین، هر خدمتی که بتونن برای دیگر انجام میتین و اونا تشکری نمیکنن، یادشون نمیمونه براشون چی کردن و شما ناراحت میشن. میفهمین معنایش چی است؟ کم بدی در وجودتان مونده. وقتی شما کاری را برای کسی انجام دادن، برای اونا این کارا نمیکنن، برای الله میکنن. الله ثبتش میکنه، شما هم خوش باشین. باید شکر کنین الله براتون چانس برای کمک داده. امی است. هیچ چیز بیشتری برای شما نیست. توقع دیگه ای نباید داشته باشین. این کارو برای مردم نکردن. شما این کارو برای کسی کردن که ثبتش کرده و خوب میفهمه و این برای من کافی است. من شکر میکنم این کار خوب ثبت کرده. اگه بگویم باید این خطبه را آماده کنم، کاش مردم زیادی بیاین. خطبه میتونم اما 2 نفر میآید.
یک سالن 1000 نفری است و 2 نفر آمده، باز ناراحت میشم فقط 2 نفر؟ این چیز باز مشکل از است. چون اگه این کارا برای مردم میکنم، اگه این کارا برای شهرت میکنم، باز دیگه شکرگزار الله نیستم. در حقیقت چونسه که برای خدمت پیدا کردم، چونسه که برای بیان چیز پیدا کردم، برای داشتن این فرصت باید شکرگزار الله باشم. نباید بانم چیز دیگه ای در ذهنم بیایه.